شاید برای جهانی که هر روز بیشتر در حال فروپاشی است، این راهکار منطقی به نظر برسد. آن روز را میتوان یک روز تاریخی دانست، چون برای اولین بار در تاریخ یک مرجع رسمی 3 ویدیوی مربوط به وجود یوفوها را پخش و تایید کرده بود. جو گردیشر، سخنگوی پنتاگون، برای اولین بار اجسام ناشناخته موجود در داخل این ویدیوها را که به تازگی از طبقه بندی محرمانه خارج شده بودند، پدیده‌های ناشناخته پرنده معرفی کرد. میتوان گفت دیگر همه بر روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که موجودات فرازمینی وجود دارند، اما هیچ چیز آنطور که فکر می‌کنیم نیست. Do they want to help us? Do they want to harvest us? The big question is intent. Who they are, why they're here, why they stick around with us. مطمئناً همگی تا به حال حتی برای یک بار واژه یوفو را شنیده اید. این واژه مخفف کلمات جسم ناشناخته پرنده است. حتما منظور از ناشناخته موجودات فضایی نیست، چون ناشناخته میتواند یک پهپاد جاسوسی یا درون باشد. ولی نکته اصلی اینجاست، واژه ناشناخته را دولت یا دولت‌هایی به کار میبرند که تولید کننده سری ترین سلاح‌ها و تکنولوژی‌های جهان هستند. یعنی حتی برای آنها نیز این اجسام پرنده ناشناخته هستند. ولی این تصور از کجا نشأت میگیرد؟ این اجسام به یک باره به سرعت‌های باور نکردنی میرسند. میتوانند در کسری از ثانیه از محل صدها کیلومتر دور شوند و یا میتوانند ساعتها به صورت معلق در هوا بمانند. قابلیت این را داریم که تعقیبشان کنیم، اما به هیچ وجه نمیتوانیم به آنها برسیم یا آنها را منهدم کنیم. در حالت عادی زمانی که پرنده‌ای ناشناخته وارد حریم هوایی ایالات متحده آمریکا شود، ابتدا به او اخطار داده می شود و در صورت عدم اعتنا به هشدارها این پرنده هدف قرار گرفته و نابود می شود. ولی چیزی که نظر تمامی نظریه پردازان را به خود جلب کرده این است که چرا هیچ پیغام هشداری برای این اجسام ناشناخته ارسال یا مورد هدف قرار نمی گیرند. بیایید کمی منطقی تر به موضوع نگاه کنیم. ممکن است این اجسام واقعاً مربوط به فرازمینی ها باشد، اما نکته عجیب اینجاست که چرا کسی ابهامات موجود در این موضوع را نه سوال می کند نه پاسخ می دهد. اینکه ایالات متحده آمریکا وجود فرازمینی ها را قبول کرده است برای همه روشن است. در پی سالهای 2007 تا 2012 ایالات متحده آمریکا برای تحقیق و بررسی در خصوص فرازمینی ها بودجه چند میلیارد دلاری در اختیار ارتش این کشور قرار داده بود. خب تمام این تحقیقات، 10 ماهواره جاسوسی و رصد مادون قرمز در مدار کره زمین، در حالی که تصاویری با کیفیت چند میلیون پیکسل از سطح زمین را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند، چرا در خصوص این اجسام ناشناخته که مکانشان تثبیت می‌شود هیچگاه تصویر با کیفیتی از آنها ضبط نمی‌شود؟ چرا غول‌های تکنولوژی جهان مانند آمریکا و ژاپن که این اجسام را اجسام ناشناخته پرنده مینامند، چرا نتوانسته در میان هزاران عکس و ویدیویی که در خصوص دیده شدن یوفوها ثبت شده تصویر با کیفیتی از این اجسام را در اختیار داشته باشند، در حالی که بعضی از این تصاویر این اجسام را ساعتها در آسمان آن منطقه نشان می‌دهند؟ برای مثال در سال 1969 زمانی که ادعا شد آمریکا توانسته به سطح کره ماه قدم بگذارد، توانست این رویداد را بدون هیچ قطعی از فاصله 384,000 کیلومتری از سطح زمین به صورت زنده با تکنولوژی آن سالها برای تمام مردم جهان پخش کند. چرا پس از 51 سال با پیشرفت سرسام‌آور تکنولوژی در این سالها نتوانسته حتی کوچکترین تصویر با کیفیتی از این اجسام ناشناخته را در اختیار داشته باشد؟ میتوان هزاران سوال از این دست را مطرح کرد، اما سوال اصلی اینجاست که چرا به یک باره در سال 2019 آنها تصمیم گرفتند تا وجود یوفوها را تایید کنند؟ آیا تا به امروز تمام این موجودات را شناسایی کرده بودند که این اجسام برای آنها ناشناخته بوده است؟ در اصل آمریکا منطقه 51 را برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کرده بود، چون در آن سالها شوروی در تمام زمینه‌ها از آمریکا جلوتر بود. به همین دلیل آمریکا سعی داشت تا با ساخت تکنولوژی‌های سری مانند هواپیماهای جاسوسی و رادارگریز در منطقه 51 قدرت معظم شوروی را شکست دهد. اما امروز این ماجرا کاملا برعکس میباشد. در حال حاضر
آمریکا در تمام زمینه‌ها بسیار پیشرفته است و این اجسام ناشناخته می‌تواند ابزار جاسوسی ساخت روسیه باشد. اما اکنون بهتر است به اصل مطلب اشاره کنیم. پشت پرده تایید این اجسام پرنده ناشناخته توسط حکومت آمریکا، تئوری که سالهاست توسط افراد زیادی مطرح شده است، اینکه آمریکا قصد دارد تا یک سناریوی ساختگی از تسخیر زمین توسط فرازمینی‌ها را اجرا کند. Cluster of meteors is predicted to enter our atmosphere. Scientists are scrambling to try and understand it. Evacuations are now underway. 2 or 3 meteors just impacted. Oh my God. It appears that there's something like shadowy figures. I think I'm gonna head back now. Everyone needs to get out of here right now. Lucas, if you could just come back, please. Oh my God. سریعاً این موضوع را نفی نکنید. این تئوری دلایلی محکم و منطقی را در خود جای داده است. ابتدا به این کارت‌ها با دقت نگاه کنید. به موضوع این کارت‌ها باز خواهیم گشت، ولی بهتر است ابتدا به سیگنال‌هایی که توسط آمریکا در طول تمام این سالها به ما داده شده است نگاهی بیاندازیم. Stephen Hawking, astrophysicist, warned us about the possibility of aliens from outer space. بیایید از فیلم ها شروع کنیم. در تمام فیلم های ساخته شده در خصوص فرازمینی ها، آنها به زمین حمله می کنند. به هیچ عنوان تماسی دیپلماتیک یا دوستانه در کار نیست. از رؤسای جمهور سابق آمریکا رونالد ریگان در یک سخنرانی این جملات را به زبان می آورد. اینکه یک حمله توسط فرازمینی ها تمام دولت های جهان را با هم متحد خواهد کرد و تمام دشمنی و مشکلاتمان را با هم فراموش خواهیم کرد. رئیس جمهوری دیگر از ایالات متحده آمریکا دقیقاً این جملات را تکرار کرده و برای اولین بار از نظم نوین جهانی سخن می گوید. نظم نوینی که برای آیندگان ملزم به اجرای آن هستیم. A new world order can emerge, a new era. در سال 2004 یک رئیس جمهور سابق دیگر آمریکا یعنی بیل کلینتون در یک برنامه تلویزیونی درصد اینکه در این کهکشان تنها باشیم را بسیار کم دانسته و میگوید اگر روزی به سراغمان آمدند نباید زیاد تعجب کنیم. شاید این سناریو برای نجات جهانی که هر روز در حال فروپاشی است لازم باشد. خلاصه کلام تمام آنها این است که یک روز فرازمینی ها خواهند آمد و در آن روز همه چیز تغییر کرده و دیگر هیچ چیز مانند گذشته نخواهد بود. اگر موافق باشید به بحث کارت ها برگردیم. این کارت ها از کتابی به نام سگانه ایلومیناتی چاپ شده در سال 1975 الهام گرفته شده و در سال 1994 منتشر شده است و موفق شده به طرز غیر قابل توضیحی وقایع معاصر ما را پیش بینی کند. در یکی از این کارت های بازی با نام ایلومیناتی نظم نوین جهانی مشاهده می کنیم که سمبل شهر نیویورک یعنی برج امپایر استیت توسط فرازمینی ها مورد هجوم قرار گرفته است. در بخش توضیحات این جملات نوشته شده است: سوارهای جهنمی فضایی با تجهیزات برنده و نابود کننده خود از اوریون میآیند. در فیلم The Independence Day ساخت سال 1996 2 سال پس از منتشر شدن این کارت ها مشاهده میکنیم که در تمام شهر مشخصاً این ساختمان مورد هجوم قرار میگیرد. دقیقاً مانند کارتی که مورد بررسی قرار دادیم. بیایید کارت دیگری را بررسی کنیم. کارتی که در آن برج‌های دوقلوی تجارت جهانی مورد حمله قرار گرفتند. یعنی 7 سال قبل از وقوع این حمله این کارت حتی محل دقیق اصابت هواپیما را هم مشخص کرده است. اما موضوع ترسناک بخش توضیحات این کارت است. این کارت را برای اعطای قدرت یا مقاومت به هر یک از گروه‌های خشن تحت کنترل خود وارد بازی کنید. آمریکا پس از وقوع این حادثه جهت مبارزه با القاعده به افغانستان لشکرکشی می‌کند. امپایر استیت بعد از برج‌های دوقلوی تجارت جهانی بلندترین بنای شهر نیویورک و همچنین قدیمی‌ترین آن نیز میباشد و حمله به آن مطمئناً تمام جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. خب ممکن است بسیاری از افراد این سوال در ذهنشان نقش ببندد که سناریوی ساختگی تسخیر جهان توسط فرازمینی‌ها چه سودی برای آمریکا خواهد داشت. این اتفاق دقیقاً مانند گفته‌های رؤسای جمهور پیشین آمریکا دنیا ابتدا در شوک موضوع خواهد بود و سپس در مقابل این دشمن مشترک یک پارچه و متحد خواهد شد و در آخر کسی که این دشمن را شکست خواهد داد کشوری
کشوری نیست جز آمریکا. دقیقاً مانند تمامی فیلم‌هایی که در آن آمریکا جهان را نجات می‌دهد. در ادامه آمریکا که شاهد تضعیف موازش در جهان است، دوباره به تنها ابرقدرت آن تبدیل خواهد شد. در اصل در خصوص این موضوع هم کارتی وجود دارد. در این کارت یک موجود فضایی برای دولت‌ها کسب درآمد می‌کند. این کارت پس از تسخیر جهان توسط فرازمینی‌ها را نشان می‌دهد. زمانی که از دور نگاه می‌کنیم، اینها فقط کارت‌های یک بازی به نظر می‌رسند، ولی شاید تنها هدفمان در این جهان ایجاد برتری نسبت به بقیه باشد. درست از گذشته تا به امروز، دوستی‌های تقلبی، توافق‌های مخفی، خنده و دست دادن‌های مصنوعی و اجسام پرنده ناشناخته، همگی آنها به یک هدف خدمت می‌کنند: ابرقدرت بودن.